جان تو جوره جان جوره چی گپوه کار نداری خداحافظ کار دارم صاحب کجا میری برو تو رو هم گار بعدی که بدیدم گفتی کار نداری خداحافظ میرن سر زمین خونه دیگه معطلم چی گپوه گیلا چشما تو خیلی رمضان چی نیلیلا خیلی چشما تو چیزه نیلیلا این او چشما گسالگه ما میتونه دوله بر سیاهه یلا کورد از این گپا نرو بقیه سی دیگه نشو نشه یا بی نشه نیلیلا سیکو گیلک جو خمارو برار خوبه گردم که چشما میتنه اگر نشه باشم چشما تیاره بفهمیدی اما حالا میتونه خیال میکنم همین زمین میتونه به سرم دور میخوره سیکو برار خوبه گردم کجا مستی بری ایتا تیز بر را سهرا رد سهرا ریالا کو گوش که چی میگم فقط برو پیش ماما قیس الدین سیغی بفهمیدی اول توی بگیر اکانه باز خاطر که غم خودتون اول دایی چیکار کنم بخو کیک بسکوت هر چی که می باشه ای هم 150 روپیه بفهمیدی 150 روپیه برو برای ما تریاک بخر تریاک زودی بیای پیش ماما قیس الدین من بغل باغچه خود دایم وقت ایستاده همین مشتریا که هسته میره به پیش از این میشناسم مگه بفهمیدی میرم میستونه فقط اگر میشه کسی طور دید نگی که ما با کجا رفتم اگه کسی با دستم چیزی دید نگی که به کی بایم خلاصه گپ ما با تو بگم بفهمیدی که یک دم نگی که نورالله رای کرد یا کی رای کرد که باز اگه خبر شدم گله نکنی که یک دایرم از تو میستونم تا جایم جا تو رو میزنم خوبه بفهمیدی خوبه خود تو چرا نمینی نیلیلا برار خوبه گردم ما از او قرضدارم چرا قرضدار 500 روپیه ما براتون تریاک به خسور خوستوندم بفهمیدی انو 500 که بستوندن اگه برو مگر اول 500 بودم با ما تریاک میده خسور تو تریاک میکشه خدای پاک در بدر کنه همو بود که به می عمل آغشته کرد برار خوبه گردم زنده بش بفهمیدی زودی بیای زد بفهمید که پیلا نیلیلاه پیلا تو نمیشناسه نه بگو نورالله بگو اینا رو بدیو میفهمه خودیو دل جمع باش بفهمیدی اون نمیفهمه چرا که اون خبر داره تو سعودی هر کس به دست تو پول میده میگه برو باز تو میری بیستونی او هم نمیفهم نه گو نورالله فقط بگو می 150 پر تریاک بده خلاص تریاک زودی گیلک جو میای برو خوربه گردم دیر نه ازی بل برو می ازی بل برو ازم هر راهی میری برو ایتی نزدیکتره دایرم بابا خو خرج کو با بیای دایی دیگه هم به تو میدم کجا بیارم اونا با کجا میتو پس یک کار میکنیم با بغل باغچه بمو چی دگ میستکم جامو خلوتی نیه که کسی تیری بیر نمیشه من اونجا گم استاده میشم پشت دیوار زودی بیای گیلک جو پالوتوت بدونه آفرین گیلک جو سر مدگه درد سر محبت الغ زودی بیای خوبه دل جمع باشو باشه دل جمع باش آنی من رفتم گیلا با دای دگه هم به تو میدم برو خوبه داری بیا بداد خوب اناله و یک دایی دیگه انگم میدم نیلیلا گفت میستونم بخواب که بلکم داری پیام باله یک کار دیگه میکنم در همه بند باشه داری پیام باله پیله ازی ور میدارم میگم ساده چه ریپه بدید نیلیلا چی میفهمه که نمیره که بگه پیله از میپیده به هشت بولا باید 30 ریپه بشه ای باشو قایم کنم دوزی اومه پولا نمیره نمیکنه میگه برو با میتونم بگو بخواه گاهی وقت 40 ریپیه میده 40 ریپیه بجی 30 ریپیه میخرم بابا من میگه برو با دکل ما چه دشمله بخواه شکر بخواه نصف پولا رو دک سخی میزنم کجا میری گوسفندا خونم گیری نکردی دیگه نه هیچ جا نمیرم کجا میری میگی جا نمیرم هیچ جا خب بیا برو گوسفندا بیرو کو بیا بله بیا برو گوسفندا بیرو کو دیگه بچه اونو به خونه استونده ما که به خونه نگاه کنی یا به خونه باشه رستاشون خب بیرو کنه بچه رون دیگه نه چه کاره
همیشه میرم خب با میایم. کجا میری تا خب تو راه کجا میری بعد همیشه تو بدم همیشه بیخم دیوال همیشه پیش درختا. خب پیش درختا یک کار هست که میره یا نه بیکاری میری؟ اگه بیکاری خو نکنه ای برگشتن بیا اونو گستاندار بیرو کدگه. اون گستاندار اون تو یله. بیا. گیلگی پولا کلوکش افتاد. پولا کلوکش افتاد. 150 روپیه. یا از کجا بردی و تا کلوکش خو کرده بیدی؟ پولا را کجا بردی؟ نه نورالله. نورالله؟ آه. خود چه به تو پول داده؟ اینا گفته برو مچم چه به من دایی دا. خب. برو اینا ما خصوص ما مرتکع قصد دارم. اینا برو به من چیز بخیر. تریاک. چی میگی گیلک؟ چی گفتی؟ برو تریاک بخیر. نورالله به تو پول گو برو تریاک بخیر. آه. دایی به ما دا. راست میگی؟ آه. از کی بخیر؟ دینامت قیسی. دینامت قیسی. بس دیگه کار دارم با تو. نورالله با تو گفت تک تریاکا بسته به کجا بیارک؟ به چینگه اما باخچه پیش زیر درخت توت بدونه. زیر درخت توت بدونه ها؟ گفت همونجا بیار مطمئنی؟ ها برو بده برو گستاندار برن که برو بخوای تو گرد میگم باش بگو بیلا از کی میگی لکره کردم چطور دیر که چند رای از اینجا گفتم به باخچی از او سر ما درد سر بتر نورالله آخه به این 150 روپیه نیم کیلو تریاک داده به گیلک چکار کرده؟ اسم کی بوده که تریاک میفروخت؟ چکار کرده؟ این 150 روپیه پول که به گیلک بده نیم کیلو تریاک داده بزی من پول ندادم به گیلا کی من پول دادم به تو گیلا؟ تا چیز؟ تا چی؟ تا زمینا تا باخچه کی من تور بدیدم 5-6 روز میشه من تور بدیدم ازم دروغ میگی دای ندادی به من گفتی برو داری تو میدم برو به من تریاک بخیر من میفهمم 5 روز میشه من تور بدیدم چه ندیدی مالی نیم ساعت پیش گیلک من اصلا تور ندیدم برار خور بگردم اگر دایی به کار داری که دایی دیگه هم به تو بدم بخور 50 روپیه به تو بگم برار خور بگردم چه دروغ میگی؟ چی میگه نورالله عملی از من کلانتر هم هست احترام تور دارم کم عقل کمال خب بیا به سر جایو برای موضوع به چانیه که به تو باید تریاک بستانه دروغ میگی یا پیش خود دروغ میگه تا سر تو بزنم که چی بگم بله یا اول بگم ملی هم بزه این ملیه دروغ میگی چره ما قوت ما به تو نمیکشی کمکش به تو بخون 100 روپیه میدم نگوی تا دروغا نرو نگو به خاطر که برام کم ساده دیگه واسه پول دادن که برو تریاک بزن چه خودت نمیری با تو گپامو میگه خسال ما چون بیامده تریاک کشیده 5 قرض داره خدا خسور تو خودتو در بدل کنه به خدا مدام خبر نشه که برات تریاک نکردین 10 سال شما میکنه دروغ میگه یه تو به گپ ازی ساده میکنی بیا مدی تام اجادی ازی میشی برو که دایی به کسی نه دایی به پول خدا کی داده بزی این پولا کی داده این پولا کی داده این پولا کی داده 150 روپیه بعد پولا من بیرو کردم بعد پولا بگی نورالله دیگه برا بزی کارا نکنی انا مغز تو میگم من کلانتری بده دایی دیگه منم بده یلکو بده دایی که بستون از ما بده بستون همونای بستوندم بعد دادم هم بستوندم تو حال چرا وزیر میگیریش پال 3-4 دفعه دیگه هم رای کدوم رو تو با ما بستونده تو روز اول من 3-4 دفعه ندیدم حال دیدم اگه میدیدم با خدا قسم نه دیگه خود برام السلام علیکم جلال خودت بگیر اکبر بابا تو 20 روپیه بازی بعد عمل میاد 10 کیلو میستونه میاره تو به خاطر که سادیه دیگه نمیشناسی گیلک کی آخر دیدار تو نورالله خودی هم منه به تو بگو باور کو پست تو میکنم با تو گیر کنم خوبه اگه تو دیگه خود نورالله باز اگه به اصطلاح داخل شد هر چی میستی بگو جلوشو بریم آخرین بار تو باشه نورالله که با میفهمی دیگه چی سرقی عملی خودت رو خوب است تو گیر ما باز میفته که حالکو برفتی خوب حالکو برارت بود اگه ما پست تو نکندم مانه پست تو ولی آسون البته برار نداره به تاثیر خوب حالکو برو سیکو که ما گفتم بلکه زودی برو بیایه ای برفته پیش برار خوب کی ری کنم دیگه حالا ما که ازی قرض دارم ما خود بانکو رفته نمیتونم به پیش ازی چته کنم همین خوب بود با خاک دوستی دفعه دیگه همین ری کردم میر میشناخت اگه حالا هر کس ری کنم اما قیوس الدین نمیده میگه زد دیگه نباشه ها دیگه به اینجا گفته
باشی شما. زنده باشین. استن شما. یا راست میگی. چه کار میکنی شما؟ همین چه بستم شما. ببرم. بله خدمت به ما بکنن خوب. من علف به تو میدرم هرچی مسته بشی. بکن شما جو. بله. ما هرچی علف مسته بشی میدرم خوب. نه دیگه علف نموی تو بنا مزگار منو بس. سیکو ما. برو پیش این ماما غوثالدین سیغی. قرار آنی سیکو ای بیستیا ما خود تو بگیر. خب شما گپ بگین من نمون بیستیر گپ بگین. 150 ریپرم با من تریاک بخر. نگو به کی مویم بفهمیدی ای بیستیا خود توی 150 ریپرم تریاک بخر با من. برم تریاک بستونم با شما. او آن 20 ریپرم به تو میدم. سیکو نه تو پیار من نموده تو مر ندیده خوب تو من به پیار خو هیچ چی نگفتم از می رای که بیامدیم پس همیتو بریم اباغچه بریشیم بفهمیدین که چرا بخاطر چی چری نداره بریم برات کار خو من مرض دارم که برم به تو آدم تریاک بستونم من که صنف 10 مکتب خلاص کردم برات کار خو برو ای به صنف 10 مکتب چی کار داره برار خور بگردم یک ثوابی میکنی آخه این ثوابه ای کار ثوابه به مکتب اشته کار نداره اگه درس میخوندی سواد داشتی حالا تو چر برادی تکارا میرفتی هم کسی که سواد داشته باشه بدیدی که برات تریاک و چرسی برابر بره حالا نمیری برات نه چره برو برات کار خو با من به پیش ایستادم یا مادام بابا به تو 20 ریپه میدادم دیگه میرفتی 10,000 هم بدی نمیرم هم 20 هم بالی اونا که برو بخو بیشتر تریاک بستون یعنی تو آدم ها پیدا میشه که جامعه خراب میکنه خودی تریاک میکشه مرا مایه رای کنه که برم تریاک بستونم هیچی برو جان خیلی یک دقیقه تو کار دارم بیرون کار دارم بیا یک دقیقه تو کار دارم وقت ندارم کار دارم خیلی کنید کاره به تو گپی میزنم که جلوگیری کنی چی جلوگیری که جوسه که تو یعنی پیاغر بفهمیدی بگو بابا بگو تریاک میکشیم چرس میکشین هر بلای بعد میکشین و چون منطقه برات چیز میزیده ای نکنیم به درس رو یکی برو ما گله که پول داده بری که برو از فلانی ما 150 به تریاک بستوی بسیرن داینم بده که دایم از تو ما برو گله که برید مرسی لات گفتم برو گسنده خوب چرون پیش پیارتون برفتم خودی جنجا کن گفتم دیگه برو ما گله که خود شما نبینم ما رکم به تو میگم با مادر خو میگی به هر کی میگی بگو می پیار بفهمونیم که بابا چه منطقه نگه که ما برو تریاک و چرس اینا بستو خود اون خط برفته یا که دیگه خود خو کش میکنه اون خط برو ما گله سادیه برای من سادیه نمیفهمه یک دم خدای نخواسته یک دم برای من گیله که میره برات نورالله میره با ما چیکار کنم چی خاک سیاه سرخ کنم با خوب گپی میگی با چه کوراره من تو خود تو میفهمی که پیرم به ایران بود خدا به بیمر به خیر خوچی بیرو یه عقبی به خونه خوی نده خود الهی آمین که پیرم بدت بدبخت که از زمانی که از ایران بیامد برد امی تریاک برم انا لکم که مثال میگم امی عمل داره انمی تبیسر نوش خود ما فکر میکنی از این کاری که پیار مجی از عمل و تریاکی که داره ما خوشیم گردن ما بند باشه اگه ما خوش باشیم خود تو میفهمی حالی که با می عمل آغشته شده دیگه دست ما کاری بر نمیاد چیکار خب برو خور بگردم تصمیم الده بگیریم قراره که دیگه بریم پیا خور ترک ده به حرف نمیکنه با ایف جهونی اون نورالله نکرده اشته جهونی داره نورالله پیار میگه من زن و بچه خویاله دوم عمل خویاله نمیدم گوش کشی او به ایران خراب شد دو خطره به عمل رفت حالا ما برا خو گیلک میترسم بگو تو هم بزو به پیار خوب بگو بابا بگو دیگه به دست می گیلک پول ندین او سادیه من میترسم که جرا برا خو میترسم آخه کوشش کنین کمک شما جلو برا خو بگیرین که به پیش پیار پیش من میگیرم کمک همو میگیری که پیار دیگه ببین به چه منطقه آر خونه ایاره چی جا که برای ناکاری بگه دیگه خلاصه ما برا خو گیلک خود پیار تو ببینم برو خیره بفهمیدی که جیر بگو بریو خدا میدونه که بگی کجا بخیر که جی؟ جو به طرف خونه کجا بودی؟ چی بری با ها؟ چی بری با دل ما خون چک میکنه دو ما دل ما خون چک میکنه گردن ما بند باشه
به می جیگر مکرده بزنی و از خون او بدر میشه تریشی کار که جی جان چرا با دل تو خون چک چک میکنه البته گپ و سخن جنجال دست پیار ما دست پیار تو همین عباس همسایه ما ای خنر بگرفته که همی پیار خوب بگو دگه به دست همی گلک برار میر پول نده که برو تریاک بخوا ای بچه ها منطقه رو فلا میکنه ای خودی معتاد کمه که بچه ها منطقه رو تشویق میکنه برو ما چون تریاک بخری روی شیشه کرستال ای خود دگه عمل که پیار تو نداره که تریاک میزنه خب یعنی میگم یعنی ایته نمیفهم چکا کنم به دست کی داده پول؟ به دست گله به نظرم که ساده پتان رمایه به می را کش کنه خود که به می را که بیامد که کمه که باز او آدم رمایه راست میگه عباس دروغ نمیگه برا ساده نافهمی داره خودی و میره ای بحری بر تریاک بست و صبح بیا یک دودی بزن دگه یعنی میره برای خط میره و خط که بره او بچه ساده دگه خوب ای که هوشیاره خود نتونست کشیده او دگه خوب میتونه کشیده خود میگم یک چیزی من به تو بگم خب باز من خود مادرتان گپ میزنم اگه می پیار تو روش یک جامعه برابر کنین که به چم و فری بیر بردارین ببرین که ترک کنه نورالله مرغ یقلن داره گفته و ترک نمیکنم خلاص او میگه خوب او میگه مجبوری ما و شما به این فشار بیاری میگه میره پس به ایران او که ترک دیدگه به ایران هم نمیره خوب هیچ معتادی از امرا نمیتونه جلو خود بره ترک کنه او دمه که به جاگاه ببردی دمه که منجی سختیزار بدید میفهمه که چه کاره و فلانه باز با من خودی مادرتان گپ میزن راست میگم مردم اگه صبح به دست بچه نادونه داد که برو چیز میزی بست و به من اون مرتکت معتاد که چه کار میشه به پیار ببینه تمام دنیا رو به هم میزنه کجا میری حاله؟ میرم مصر باشه بابا میام خود مادر تو حال گپ میزنه یک فکر به حال پیار تو میکنیم برو خیره ولش کن با مادر خو هیچ چی نگی